اگر فیزیک بلد باشی متوجه میشی یه جای کار میلنگه. بیا برات توضیح بدم چرا. به اینا میگن ماشین‌های بی‌نهایت یا موتورهای ابدی. بدون اینکه سوخت، باتری یا انرژی بهشون داده بشه، قراره تا بی‌نهایت به کار خودشون ادامه بدن. عمرن، به خاطر اینکه قوانین اول و دوم ترمودینامیک خیلی بدجور نقض میشه. اون پایه‌ای که فکر می‌کردیم چوبیه در واقع زیرش یه چنین تشکیلاتیه و اگر خاموشش بکنیم یه چنین اتفاقی میفته، دقیقاً طبق قوانین ترمودینامیک. در بهترین حالت وقتی گویا از اون بالا با انرژی پتانسیل گرانشیش رها می‌کنیم، وقتی به انرژی جنبشی تبدیل میشه، نهایتاً تا اینجا میتونه بیاد بالا و اینا همش به خاطر کلی اتلاف انرژی که این وسط اتفاق میفته. همه چیز زیر سر این آهنرباست که اگر یه آهنربای معمولی بود، زارت این گویه درسته که با سرعت میومد پایین ولی همینجا گیر میکرد و نمیرفت بالا. اینجاست که اهمیت این قطعه مشخص میشه، چون اگر آهنربا قبل از اینکه گوی بهش برسه خاموش نشه، در ادامه باعث کم کردن سرعت گوی میشه و اینجاست که این سنسور بهش خبر میده که گویه داره میاد، پس تو خاموش